مهدی خسروی از مریوان کردستان ارتباط برقرار کردیم تا توضیح بده که آیا برای همدردی این کاری کرده یا شغلش این هست، و همچنین سالار غلامی کاپیتان سابق تیم ملی بوکس ایران که از تورنتو کانادا با ماست. با مهدی خسروی شروع کنیم. مهدی خیلی خوش آمدی به برنامه چند. خودت برای ما بگو که عکسی که از تو منتشر شده ماجراش چیست؟ آیا برای همدردی اونطوری که آقای عبدالملکی گفته با هموطنان کوله‌ورمون این کار کردی یا نه شغل تو این هست؟ سلام، عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. من مهدی خسروی عضو تیم ملی بوکس ایران از کردستان شهرستان مریوان شهر معدود کانادا، دانشجوی رشته علوم تربیتی از یک خانواده 11 نفری پرجمعیت با پدری بازنشسته با حقوق ناچیزی که کفاف خرج خانواده رو نمیده، از سن 15 سالگی به ناچار مجبور به شغل پرخطری همچون کولبری برای خرج تحصیل و ورزشم شدم. کولبری که جان جوانان این سرزمین را برای لقمه نان در برابر گلوله‌ها و بیرحمی طبیعت همچون یوغادان گرفت و مجبور به دست کشیدن از اهداف بلندشان شد. متاسفانه تا به حال از طریق هیچ ارگان و شخصی حمایت نشدم. کولبری هم شغلی نیست که بشه بهش دل بست، همش از روی اجبار و فقر و نداری. من شخصا از مسئولین خواهشمندم که حمایتم کنند. ورزش قهرمانی، ورزشکار قهرمانی بدون حمایت مالی به جایی نمیرسد و بوکس یکی از سنگین‌ترین و دشوارترین ورزش هاست که به حمایت مالی نیاز شدیدی دارد و بنده با این شرایط راه دشواری رو در پیش خواهم داشت. ممنون شما هستم. ممنون از تو مهدی. با ما بمون. از سالار غلامی میخوام بپرسم که کاپیتان سابق تیم ملی بوکس ایران بوده و البته اگر تیم ملی دوباره بخواد تشکیل بشه احتمال داره که سالار در این تیم حضور داشته باشه. حالا از این ماجرا که بگذریم، سالار تو این ماجرا رو چطور می‌بینید؟ حضور مهدی خسروی در تیم ملی و الان خبری که به هر حال خودش تایید کرده که به خاطر امرار معاش داره کوله‌وری میکنه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب قائدی خوشاد. من راستش بخوام از موقعی که این عکس رو دیدم و همین الان که داشت دوباره مهدی این حرفا رو میزد، یعنی هنوز برام عادی نشده این موضوع. همینجوری که دارم میبینم همین الان که این صحبت رو کرد، واقعا به عنوان یه ورزشکار، به عنوان یه همتیمی، به عنوان یه بزرگتر احساس شرم می‌کنم اینکه ما یه خانواده‌ایم و اینکه یه ورزشکار کوچیک ما با همونجوری که الان دارین عکس رو می‌بینین، من این عکس رو که دیدم و بعد از که توی اینستاگرام هم اینو پست کردم واقعا دلم به درد و هنوز برام عادی نشده اینکه آره یه قهرمان مشکلات وزن کم کردن داره، مشکلات فعالیت ورزشی رو داره و هزار تا مشکل دیگه. از دیروز با مهدی من صحبت کردم، گفت حتی مربی نداره چون مربیش هم متاسفانه درگیر مشکلات مالی، اونم توی ورزش بوکس با این همه سنگینی و این همه داستان بخواد خودش رو تو خطر بندازه. با این وضعیت این واقعا جای هیچ گونه دفاع و هیچ گونه صحبتی نداره اینکه بخوایم صحبت کنیم راجبش. این فقط میتونم بگم این موضوع عصب‌بار. مهدی، صحبت‌های سالار غلامی رو شنیدی، پیشکسوت تو کسی کاپیتان تیم ملی بوکس بوده. خودت برامون بگو که در این کاری که بگو، اگر حرفی داری بگو برام. از کسانی همچون آقای هوشیار خوشاب مربی عزیزم و آقای سالار غلامی کاپیتان اسبق تیم ملی بوکس ایران که به ایران سپاسمندم و همچنین از خانواده که همیشه در کنارم بودن تشکر و قدردانی میکنم. بله، اما صحبتی که سالار کرده، آقای غلامی کرده، مهدی، به هر حال وضعیت تو و خیلی از ورزشکاران ما هم تیمیای تو شاید چندان مناسب نباشه. تو یه خورده بیشتر از این بگو که چه کار میکنی در طول شبانه روز که هم میتونی به تمرین برسی، همین که بری در کوههای کردستان، در مریوان، تو اون به هر حال فضا، در به خصوص فصل زمستان با اون سختی و مشقت کار کنی. یه خورده از شغلت بیشتر برامون بگو. ما شبا بیشتر میریم کول میاریم. مثلا من حتی بوده وقتی رفتم کول بیارم تا چند روزم نتونستم تمرین کنم، یا اگه رفتم که تمرین کنم فشار بیارم اصلا به بدنم یه فشار عجیبی اومده که خیلی مثلا خسته کننده بوده. وزن این بگو برام. بله، ساعت مثلا 2 شب میریم، خیلی راه طولانیه. اصلا الان شما مثلا تا خودتون نیای ببینید نمیدونید وضعیت ما چجوریه. راه خیلی طولانیه، مثلا 3 ساعت تا میرسیم که به بارخانه
از اونجا بارا رو میارن، ما بار رو تحویل میگیریم، بعد لباس گرم باید بپوشیم، خطر مثلا پرس شدن از کوه، مثلا از صخره، کوههای بلندی حتی چند نفر شده که مثلا افتادن از روی کوه، جونشون رو از دست دادن. مهدی هفته چند بار این کارو میکنی؟ میتونی برامون بیشتر دقیق‌تر بگی؟ هفته 2 بار. چه روزهایی میری؟ چقدر به کشتی بوکس میرسی؟ تمرینات چطور پیگیری میکنی؟ مثلا یه وقت بوده که اصلا تمرینمو تعطیل کردم، یه هفته فقط به کولبری مشغول بودم، بعد دوباره اومدم یه مثلا واسه اینکه وسایلامو ردیف کنم، بعدش دوباره مشغول تمریناتم شدم. بله، من از اتاق فرمان میخوام قبل اینکه با سالار غلامی صحبت کنیم گزارشی رو حدود 1 ساعت و نیم پیش شبکه خبر ایران پخش کرد از وضعیت کولبران. اگر آماده است اون رو ببینیم، برگردیم با سالار و تو برنامه رو ادامه میدیم. تنها خواهشم ازتون اینه که نشون بدید، تو رو خدا نشون بدید. خداحافظ. این مسیر ما چند تا کولبر میبینیم که به سمت مرز میرن؟ 2000 3000 میبینی تا صبح میان، تا ساعت 7 میان. در ما اگر کرایه خونه و خرج و اینا بذاره ماهی 2 میلیون. به خدا خاطر زن و بچه. اصلا از اینجا اونطوری شده مین انفجار مین تو مسیر؟ بله. فقط تو منطقه خودتون زندگی کنید و کار نیست مجبورید این کار انجام بدید؟ آره به خدا، نه کارخانه هست، هیچی نیست. از مریوان که راه میوفتی باید اشتاتو بخونی. برای چی؟ خب دیگه این راه یه روز به عمل میاد، یه روز تو طوفان گیر میکنی، مثل فراد و آزاد تو سرمایه میزنی، هر روز یه چیزی مکافاته. یه سوال دیگه ازت مهدی دارم، این افرادی که در تصویر دیدیم میشناختی یا نه، و اینکه چه ساعتی شما این کار رو انجام میدی، چند ساعت این پروسه طول میکشه و درآمد ماهانت چقدر هست؟ آقا آرمین، من یکیشون رو میشناختم، الان یکیشون آشنا بودن، بعدش درآمد ما به وزن باره، هر چقدر بار بیشتری بیاریم، سنگین تر باشه، پول بیشتری میگیریم. مثلا 1 کیلو 12,000 تومان بهمون میدن. مثلا ساعت 2 شب بریم، امکان داره مثلا ساعت 1:12 بعد از ظهر برگردیم. راه خیلی طولانی و سختیه. و آینده تو این رشته چطور می‌بینی؟ رویات چی؟ آرزوت چی؟ میخوای به کجا برسی؟ آیا فکر می‌کنی بتونی برسی با این وضعیتی که هست؟ من چند بار شکست خوردم، چند بار کشوری شرکت کردم به دلایلی که مثلا اول بازی به قهرمانای ایران باختم، ولی ناامید نشدم. چندین دوره به اردوی تیم ملی دعوت شدم. بعدش من اگه این توانایی رو نداشتم اصلا بوکس رو ول میکردم، چون در خودم میبینم که تواناییشو دارم به سطح آسیایی و المپیک و اینا برسم. سالار، اگر ممکنه تو به عنوان کسی که این راه سخت رو طی کردی برام بگو که چطور می‌بینی وضعیت مهدی رو، به خصوص اینکه یه صحبتی امروز بیژن عبدالملکی کرد که در ابتدای برنامه خوندم، گفت خبر ندارم او دانشجوی شاید برای همدردی این کاری کرده، خیلی ضد و نقیض حرف زده. اینکه مسئولان چی کار باید بکنن؟ جناب قودی پاش اجازه بدید من قبلش یک توضیح بدم برای شما بیننده. آقای مهدی خسروی که داریم می‌بینید این کار سنگین رو داره میکنه، فقط 49 کیلوه، یعنی این سبکترین وزن بوکسور ماست. اینکه تو اون کوها اون وزن‌ها رو میگیره فقط برای هر کیلو 12,000 تومان این کار میکنه، این واقعا خیلی خیلی موضوع دردناکیه. اصلا من نمیدونم چجوری میشه بهش پرداخت. من اینو فقط باید یه هنرمند رو بیاری یا یه دونه نمیدونم نویسنده یا هنرپیشه بیاد راجع به این قضیه اصلا یه طنز پرداز بیاد راجع به این صحبت کنه. اینکه
ورزشکاری که 49 کیلو چجوری میتونه اینو ورداره و خودتون میدونید ورزشکاری که وزن کم میکنه مثل این ورزشکارا موقعی که سر وزن میرسن تا نمیتونن رو پای خودشون وایسن، انقدر سخته وزن کم کردن. اینکه با اون وزن بخوای این کارو بکنی به نظر من کار سختیه. من با مبارزه مهدی رو دیدم، آخرین مبارزهش تو انتخابی تیم ملی که پخش زنده هم شده بود، با امید احمدی صفا بازی کرد و یکی از بهترین بوکسورای حال و حاضر چند سال اخیر ایران بوده، بهترین سبک وزن ایرانه و خیلی خوب با امید احمدی صفا. خب به هر حال امید احمدی صفا بهتر بود چون تجربهش بالاتر، قدرت بدنیش بهتره، شرایطش متفاوته. امید احمدی صفا تو ژاپن تمرین میکنه و تو این شرایط نابرابری ولی باز از لحاظ تکنیکی خیلی خوب بود. همه ورزشکار ما اینجوریه. کدوم ببینید جناب قائدی پاشا، کلا بوکس ورزشیه که همه کسایی که میان سمت بوکس برای قهرمانی 99% خانواده‌های قشر ضعیف جامعه هستن و میان اینجا که دنبال رویاشون که خودشون رو بخوان بکشن بالا. منم مسلما شاید اراده مهدی رو نداشته باشم، اگه به خاطر پدرم نبود که اینقدر من حمایت میکرد شاید منم به اینجا نمیرسیدم. ولی میخوام اینو بگم، این ورزشکاری که با این سبک وزنی الان داره این شرایط رو داره طی میکنه و بیاد یکم جلوتر نگاه کنه ببینه اوکی مثلا قهرمان المپیکشو داشتیم، الان قهرمان المپیک منظورم ورزشکار المپیکی بود و قهرمان آسیاشو داشتیم، الان دربونه در بهترین شرایط اینکه بهش اگه شغل برسه این الان دربون یه شرکت شده برای ما 1.5 میلیون، نه آقا 2 میلیون تومان. اینکه این ورزشکار مثلا میاد میبینه اوکی آیندهش بیاد جوونیشو بذاره پایین ورزش و آخرش این بشه، واقعا دردناکه و من نمیدونم دیگه چجوری باید راجع به این موضوع صحبت کنم، چون احساس کنم مثلا از هیته من خارجه. من اینو به عنوان اینکه یه بزرگتر مهدی هم نمیگم، به عنوان اینکه یه کردم نمیگم، فقط اینو دارم میگم که این اصلا به عنوان یه ورزشکار سبک وزن داره یه ظلم زیادی بهش میشه. یعنی مهدی فقط توی رینگ نمیجنگه، باید چند تا موضوع بجنگه. البته این موضوع فقط موضوع مهدی نیست، ما باید اینو فراموش نکنیم که ما خیلی از ورزشکارا رو داریم و الان تقریبا میتونم بگم 90% بوکسورها با این موضوع مشکل مالی دست به گریبان. سالار به تو برمیگردیم. من از مهدی میخوام سوال دیگری بپرسم. مهدی، آقای عبدالملکی رو اصلا آخرین بار کی از نزدیک دیدی؟ دبیر هیئت بوکس کردستانشون گفته شما برای همدردی این کارو کردی. مستقیما الان به خودشون بگو چه میخوایی ازشون و حرفاشون رو چطور میبینی؟ متاسفانه هیچ نهاد و سازمان و شخصی حمایتم نمیکنه. من گدا نیستم و با این سن کمم دستم تو جیب خودم بوده و پیش کسی دست دراز نکردم و غرورم بهم اجازه نداده که پیش کسی درد دل کنم و از معضلات و مشکلات زندگیم بگم. ولی باور کنید زندگی خرج داره و قهرمانی پول میخواد. آقای عبدالملکی رو من مسابقات کشوری 98 23 آبان ماه بود، تمرینات رو تو استان فیکس استان بودیم، تمرینات اردو رو در دست داشتن و تمرین کردیم، به کشوری رفتیم. خواستت چی از آقای عبدالملکی؟ خواستم اینه که بیشتر حمایتم کنن و یه اسپانسری بتونن که یه اسپانسری کسی باشه که منو حمایت کنه، دستون در نکنه. آقا مهدی، تو نه تنها خیلی هم ثروتمند هستی که برای خیلی از ما و خیلی از بینندگانی که امشب تو رو دیدن عزیزم هستی، مطمئنا این حس رو به همه ما دادی که میتونی قهرمان بشی و ما به عنوان یک قهرمان تو رو دفعه بعد در برنامه دعوت کنیم. سالار، صحبت‌های پایانی تو رو بشنویم. ممنونم از شما که به این موضوع پرداختیم و ازتون فقط خواهش میکنم که این بحثی نیست که من امروز که این استوریو گذاشتم یا این پست رو از مهدی تو اینستاگرامم گذاشتم 100 تا قهرمان دیگه که مدالاشون هم حتی از مهدی بالاتر بوده من پیام دادم و وضعیت نابسامانتری دارن. حالا مهدی یه ذره کارش خطرناکه و مثلا اتفاقاتی که افتاده و هر حال باید به این موضوع پرداخته بشه و امید داشته باشیم که ما بتونیم این انرژی این قهرمانا رو توی رینگ ببینیم و اون نتیجهش هم بگیریم میشه. ممنون از تو سالار غلامی. آخرین سوال از مهدی بپرسم. مهدی، خودت آینده رو چه می‌بینی؟ دوست داری رویات چیه؟ می‌خوای قهرمانی رو تا کجا پیش ببری و کجا می‌بینی جایگاه خودتو در ورزش بوکس؟ من میخوام خودم رو تو المپیک ببینم. رویام خیلی بزرگه و
ولی متاسفانه اگه کسی نباشه حمایتم کنه به جایی نمیرسم و عرضتون کردم که مشکله. رویام المپیکه و من میتونم ادامه میدم. امیدواریم که این اتفاق بیفته و مطمئناً تو میتونی وقتی اون بار سنگین رو روی کولت میگذاری در کوههای پر از برف اون سختی رو تحمل میکنی، مطمئناً تو رینگ بوکس خیلی راحت تری و میتونیم هر مبارزه‌ای رو برنده بشی. برای تو آرزوی موفقیت میکنم. مهدی خسروی که از مریوان کردستان ایران امشب با ما بودی و همچنین سالار غلامی که به عنوان پیشکسوت بوکس ما رو همراهی کرد در این بخش.